درود بر تمامی دوستان، من مرتضی منافزاده هستم. همانطور که چند روز پیش اطلاع داده بودم، بانک مرکزی کانادا امروز 4 سپتامبر نرخ بهره را 25 واحد پولی کاهش داد. اکنون نرخ بهره در کانادا به 4.25% رسید. مکلم در اظهاراتی به خبرنگاران گفت که اقتصاد کانادا در 3 ماه دوم سال جاری 2.1% رشد داشته است. سود حاصل از هزینه‌های دولت و سرمایه‌گذاری تجاری کمی بیشتر از پیشبینی بانک مرکزی در ماه جولای بود. مکلم همچنین افزود: ما مصمم هستیم تورم را به 2% برسانیم و زمانی که تورم 2% باشد، اقتصاد به خوبی کار می‌کند. نرخ اشتغال کانادا همچنان یک نگرانی برای بانک مرکزی است، زیرا نرخ بیکاری در ژوئن به 6.14% افزایش یافت و در ماه جولای در آنجا ماندگار شد.